بسیار سرفراز هستم که با خلق فارس زبان، با شخصانی که با ما همزبان هستند از نزدیک شناس شدم و بسیار سربلند هستم. میخواستم که در این روزهایی که در ایران زمین عاید کتاب دوست داری، کتابخوانی اینقدر ایدهای با حشمت شده ایستاده است، شعر پدری بزرگوارم را بهر شما قرائت نمایم. یک جهان باغی معانی در میان دارد کتاب، حقه دوری لعالی در نهان دارد کتاب. هر ورق پر دور و گوهر، پند و حکمت های خلق، مغز گفتاری بیانی عالمان دارد کتاب. اول و آخر ز آدم تا به این دم مندرج، ابتدای نسل انسان تا زمان دارد کتاب. 100,000 استاد احتیاج دارد به آن، مقصد استاد قال علم جهان دارد کتاب. در کتاب باشد نگینی دوده عقل خرد، فیض آثار جهانی تا جهان دارد کتاب. آه و واهی مظلومانی قرضداری قهرمان، موج عصیان غرشی بحری دمان دارد کتاب. هرچه در گفتار کردار آیدن در امتحان، حکمت اهل زمان یک بیان دارد کتاب. نور دیده می فزاید هر کسی کردی نظر، قلف دل را وا کند گنجی روان دارد کتاب. در کتاب از محضر دل باغ الهی عقیل، بی خزان فیضی بهار جاودان دارد کتاب. تشکر برای سپاسگزاریم از حضورتون. شعر زیبایی که در باره کتاب خواندید. از